به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و برنامه کتابخوان است. مهمان امروز در برنامه سعدی وارثوف و برنامه خوش آمدید. سلام و درود به شما و بینندگان برنامه تان. من سعدی وارثوف، شهروندی تاجیکستان. به لحاظ تحصیلات من در رشته دینشناسی درس خواندم و به لحاظ کار در رشته ژورنالیستی و در این وقتهای آخر بیشتر من مشغول کارهای پژوهشی و ترجمانی هستم. دوستانتون میگن شما قصه ها رو خیلی جالب، جذاب و بگم تاجیکانه می نویسید و خیلی شیرین می نویسید. این الهام از کجا پیدا می شود و بار هم فکر نکردید که کتاب بنویسید، رمان، قصه و اینکه مردم زیاد استقبال میکنن از نوشته های شما، اینا به تب رسانید؟ در واقع آن چیزی که من گاه ناگاه می نویسم در شکلی خاطرات کوتاه و در صفحه فیسبوکی هم نشر میکنم. بیشترشان یک انگیزه هست، مثل یک انگیزه الهامی در وجودی من پیدا میشد، یک فکری در نظرم، یک فکری جالبی می نمید و همینطور می نویسم و خودش می آید دیگه. به نظر من نویسنده ها همشون همینطوری هستن. یک نوشته‌تون رو خواندم درباره بی سینما رفت یا کمپیر سینما رفت. خب چرا پیدا شد و این واقعیت دارد یا چیزی تخیلی بود و چرا فکر کردید این رو باید بنویسید و حتما دیگر رو بخونند؟ چرا به این فکر رسیدید؟ این یک داستانی پر آبی چشمی هست که در زادگاه من در دهه من رخ داده است در دوران جنگ دوم جهانی و آنچه که انگیزه داد مرا به نوشتن این، یعنی وقتی بود که من از این دهه دیدن میکردم و همراهی مادرم نشسته بودیم. بعد همین خاطره یادآوری کرد و نقل کرد و در نظر من بسیار چیزی مهمی نمود و این در بهار بود و پیشاروی ما جشنی پیروزی در جنگ جهانی دوم بود. یعنی این مناسبت ها همه یک جا شدن و منم فکر کردم که بسیار خوب است آدم این خاطره ای را بنویسد. فکر میکنم دوستانی کتابخوان دارید و هر جا محفل و چورابینی ها میبینیم و نظر میدید، خیلی راحت با تاجیکی حرف میزنید. آیا مطالعه یعنی خواندن تنها به خاطر این است که ما روان و شفا حرف بزنیم یا جنبه های دیگر هم دارند که برای ما، نسل ما و کشور ما ضرور است، یا شما شاید فکر دیگری دارید در این موضوع؟ وقتی یک کتابی را شما با دست میگیرید که بخوانید، در واقع شما واردی دنیای نویسنده آن کتاب میشوید و یا شاید از طریق داستانهایی که آن نویسنده در کتاب میارد وارد دنیاهایی که تا به حال برای شما معلوم و روشن نبودن. این همه بدون شک تردید از چند جهت در ساختن ذهنیت، در تأثیر در زبان و در فصاحت و روانی زبان، اگر البته با زبان مادری باشد یا حتی با زبانهای خارجی هم حتما این تأثیرها را دارد. این مطالعه سهمی در غنیسازی زبان و گفتار شما، در رعنایی و شیوایی گپ زدن شما، در توسعه دادن افقی اندیشه و معلومات شما، یعنی از چند طرف فایده های را در پی دارد. چرا وقتی ما میگویم سعدی، حتما دوستان شما از این ادبیات و شعر و نمیدونم حافظ و سعدی و مولانا میگویند عشق دارید به اینها یا ضرورت هست که میخونید، یا نظرتون چی است که به این کلاسیک ها رجوع کردید و حتما اطرافیان شما میگن سعدی خودش، زندگیش، افکارش با اینها حتما عجین است، توأم است و هماهنگی دارد؟ از کجا این اندیشه در فکری دوستانتون پیدا شد به فکر شما؟ خب من از دوران دانش آموزی مکتبی میانه بودن شوق علاقه به اندازه به ادبیات، علاوه بر ادبیات کلاسیک داشتم. نمیدونم چرا، ولی خیلی دوست داشتم که با این بزرگانی که در واقع شخصیت های جهانی هستند و برخواسته از
کشور ما یا از منطقه ما و نامهای بلندی هستند که همیشه باعث سرفرازی و افتخار ما هستند، چی در داخل کشور چی در خارج کشور. در واقع یک نوع شناسنامه ما هستند که با این ما را میدونند و میشناسند یا حداقل خود معرفی میکنه. من یادم از بار با یک شهروند آلمانی هم صحبت بودیم، وقتی راجع به ابن سینا گفتم او خودش یک مهندس بود و نمیدونست. بعد در گوگل جستجو کرد، زود معلوماتی زیادی برآمد. بعد یعنی شخصا برای من بسیار خوشحال کننده بود که در یک فرصت کوتاه آدم آگاه شدیم پدری طبی جهانی و این یعنی مثل همین شخصیت های دیگری ما هر کدومی در یک زمینه، در یک سمت سوی، در یک تخصصی، در یک حرفه برای خودشان شهرت جهانی شدن، شهره آفاق شدن و برای ما منبع و مصدر آموزش و الهامگیری و پند و اندرزگیری و همزمان با همه این یک دستور کمک کننده در یافتن راهی درست در زندگی. نامتان سعدی است. من فکر میکنم که به سعدی بزرگوار هم شاید علاقه دارید و دوست می‌دارید، ولی انیخترش بگید که به کدومشون بیشتر علاقه زیاد دارید؟ به حافظ، سعدی، مولانا، خیام، به کدام از اینها؟ خب به نظر من اینا بزرگای هستند که در یک فضا قرار دارند، یعنی در شعر و سخن، در فکر و اندیشه و در تصوف و عرفان. همه اینها یعنی بزرگان همین ساحه هستند و بسیار سخت است گفتن که کدام یکی اینا از دیگریشان. شما مقام جایگاه قائل نیستید برای خودتون، البته این چیزی تخصصی نیست. شخصا یک نفر به یک کسی علاقه دارد، چون نامتون که با نام سعدی است مثلا میکشد که بعضا اگر نام یک نفر با نام کسی از بزرگان باشد حتما توجه میکند که چرا مثلا سعدی و چرا حافظ و چرا مولانا. خب یعنی در به نظر من در مرحله های گوناگون آدم جذبی شخصیت های گوناگون می شود. در این اواخر من شاید بیشترین توجه به حضرت مولانا جلال الدین رومی دارم و دلیل این توجه و دلبستگی من بیشتر فکرهای بلند والا و بالایی هست که در آثار این بزرگمرد پیدا میکنم و از خواندنش من یک دنیا منفعت میگیرم. در برنامه مکتوب گرفتیم و میبینیم، میخونیم، تحلیل میکنیم چرا امروز از همه اون بزرگانی که ما در ادبیات داریم که واقعا نابغه هستند، هر کس به قول شما در جایگاه خودشون یک خصلت و رفتار و ایجادی فرق کننده دارند، ولی امروز چرا جهان معاصر، جهانی که اینقدر تکنولوژی رشد میکند، پیشرفت میشود، جامعه هایی که با ترقیات رشد میکنن، یعنی با رشد ترقیات میکنن، رو به مولانا آوردن؟ مخصوصا از بین این بزرگان مولانا انتخاب شد یا انتخاب کردن و این را دنبالگیری میکنن. به فکر شما چرا مولانا و چرا امروز؟ منظورم 10 ساله اخیر. خب ببینید، ما اگر به میراث حضرت مولانا یک نگاهی گذرایی بکنیم، این یک میراث بزرگی معنوی هست که خصوصیات و ویژگی ها دارد. یعنی پیام هایی که در این میراث بزرگ هست، پیام هایی هستند که اکثریتش پیام های جهانی هستند، پیام هایی هستند که اینها را به هیچ وجه نمیشه و در چارچوبی یک کشور یا یک مردم یا یک ملت جا داد. اینها همیشه مرزها را میشکنند، همیشه متعلق به افقهای وسیع‌تر هستند. خب شما دلخواه شعر یا مصرع یا چی بگیم پندهای معروفی مولانا را ببینید یا توصیه هایی را که میگیرد، شعری بلند زیبایی دارد که درباره قدرت عشق صحبت میکند که از محبت تلخه ها شیرین شود و از محبت میزها زرین شود. یک شعر بلند زیبایی هست که در
قدرت عشق وصف میکنه در اونجا. شما میتونید گفته که مثلا مخاطب مولانا یک مردم معینی هستند یا یک منطقه خاصی هست، هرگز. یعنی این همان گونه که یک میراث مشترکی بشری است یا یک ارزش مشترکی بشری در همون دور زمان در امروز هم همان هست. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدنم بهر چی بود، به کجا میروم آخر بینمای وطن. و خیلی خوب پاسخ میداد به این سوالایی که از کجا آمدیم، برای چی آمدیم و چرا آمدیم و کجا میرویم. دقیقاً همین فیلسوفان دانشمندان امروز دنیا اینا میکوبند و کتاب و رساله مینویسند، ولی در یک غزل در یک شعر جا دادن این فکر، من فکر میکنم یک چیزی اولی است. معرفیش هم زمیناً بگیریم، نه شرقی هم نه غربی هم خود جای یا یعنی یک دیدی ایمانی جهانی دارد. خب و این باعث می شود که در نزد همه مردم بسیار قبول خوب شود. از دیگر طرف یعنی اینها چی بگیم آثار هستند که فرازمانی هستند. یعنی درست از 800 سال پیش این گپا گفته شدن، ولی اینا زمان نمیشناسن. حتی در دنیای امروزی ما هم خیلی خریدار دارن. چرا در ما مولانا به عنوان یک شاعر و شعر شناخته می شود، ولی مثلا بگیریم در اروپا و حتی امریکا به عنوان یک متفکر به سوی مولانا میان؟ سببش چی است؟ ببینید در زمان شوروی متاسفانه مولانا از شخصیت‌های بزرگی بود که موردی بی‌مهری همان روزگار قرار گرفت. من اگرچه در سالهای اخیری شوروی مکتب خواندم، در برنامه مکتبی ما بزرگان دیگری از استاد رودکی تا سعدی و حافظ و فردوسی و خیام اینا را با اونا آشنا می شدیم، پارچه ها و نمونه های از شعرهاشون از یاد می کردیم، ولی خبری از حضرت مولانا نبود. و این بی‌مهری باعث شد که مردم ما یک مدتی معین در دوری از این بزرگوار به سر برن. البته چی بود یعنی به فکرتون همون دوره جا کردن در برنامه درسی، نگفتن از مولانا، نشر نکردن مولانا چی پیامد داشت به حکومت شوروی وقت؟ چی بود یعنی خب حالا از اندیشه خودتون یکم بار فکر کردید یا تحلیل کردید یا فکر میکنید چرا اون وقت جای نکردن مولانا رو؟ والا بسیار سوال خوب است و به نظر من این یک موضوعی هست که باید پژوهی شود و ریشه یابی شود، چون واقعا فهمیدنش دشوار است. مثلا این سعدی و حافظ هم که با ما معرفی میکردن بیشتر روی تعلیمات اخلاقی و اندیشه های انسانیشون تاکید میشد و همانها را بیشتر اقتباس میدادن و ما نه صورت متکامل آنها را. ولی مثلا مولانا هم از این گونه افکار زیاد داره. یعنی چرا مثلا یعنی میشد روی مثلا فقط همون تعلیمات اخلاقی و فکریش که مثلا جنبه انسانی زیاد دارن او را جای داد در برنامه درسی، ولی خب با دلایل. یعنی واقعا این برای من یک سوال است، من نمیدونم. خب از چرا این سوال دادم؟ از نگاه امروز و خودی زمان مولانا میگن با همه یکی بود. یعنی هر کسی از هر دیدگاه، هر دینی، هر مذهبی، هر افکاری میاد و از مولانا چیزی میگیرد، ولی چرا شوروی نگرفت؟ خب یعنی منم همین میگم، پذیری و انسان دوستی اینا کجا شدن؟ شاید یگان پیام‌های داشت که خطر داشت برای اونها یا نمیدونم چی بود به فکرشون؟ نه ببینید یعنی حتی همون بزرگای دیگر هم یعنی به شکلی پره نگرفتن، یعنی یک جاهای اینها را سانسور کردن و همون طریقه میتونستن مولانا را هم سانسور کنن، ولی خب با دلایلی برای من ناروشن. خلاصه که این واردی برنامه‌های درسی ما نشد و ما ناآشنا با این بزرگوار باقی ماندیم در طول این مدت. البته شاید که همین شعری که میگن مثنوی معنوی هست، قرآن با زبان پهلوی، شد از اولین چیزی که برخورد کردن همین بود و نگذاشتن که شاید یعنی فکر کردن وارد جامعه شوروی شود مولانا. شاید این میتونه یکی از احتمالات باشه البته، ولی کلا زیاد در بیرون مرزها هم نماند. یعنی من یادم از این یکی از دانشمندای ما پروفسور عادل نادر در همون دوران سختگیرانه شوروی هم
همت گماریده بود و با مولانا سر کار داشت. بله پژوهش هم انجام داده بود، البته از دیدی ایدئولوژی همان زمان و از عجیبیش این است که حتی همون کتاب چاپ هم کرده بود، اگرچه مخالفان زیادی داشت و خودش هم یک مصاحبه طولانی با روزگار، این یک رسانه آنلاینی انجام داده بود و گفته بود که یعنی از مشکلاتی که با چی چیزای مواجه شده. حتی من یادم است یک جا میگد که من یک مطبعه که رئیسش یک یهودی بود همون راضی شد که این نشر شود. البته بعدی مطالعه کردنش، به هر حال مولانا در فضای علم و تحقیقی ما که البته دایره محدود بود یعنی وجود داشت. خب مثلا این یکی از بزرگوارایی بود که به این کار مشغول شد در همون دوران سخت دشوار و دیگر از طریقی هنری آوازخوانی. مثلا این آقای جورابک نظری یکی از دانشمندان و همزمان یکی از آوازخوانان دسترسی داشت به بعضی از شعر غزل‌های مولانا و اونها را آهنگ می‌داره. مثل همین پیری من و مرید من که یکی از آهنگ‌های مشهورش است. و البته بعد در سال‌های بعدتر وقتی که شوروی وارد افغانستان شد، چون در فضای هنری افغانستان فراوان از مولانا شعرها را آهنگ بسته اجرا می‌کردن، اونها هم بدتر. یعنی مثلا این شعری که احمد ظاهر میخواند که من مست و تو دیوانه، یکی از مشهورترین شعرهایی که در گوش مردم ما زمزمه شد در همون روزگار، همین آهنگ بود که خب از آثار مولانا است. و غیر اینا من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگویی هم با آهنگ در آورده بود. یا خلاصه چند تا این شعرهاشون به زمان امروز برگردیم. چی ویژگی های شعر مولانا که جای از شعر میگوید، جای از رباح میگوید، جای از یک پادشاه عادل میگوید، جای از پادشاه ظالم میگوید، جای نمیدونم از یک گیاه میگوید و تعبیرهای خیلی خیلی به همین مانند. خب دقیقاً چی ویژگی‌هاش امروز باعث گشت که یک کشوری به مثل آمریکا، یک کشوری به مثل فرانسه که ترجمه کردن در اونجا، یا آلمان که اون خانم پروفسور انا ماریا شمیل خیلی کارهای تحقیقاتی انجام دادن، یا در بریتانیا این نیکلسون این به این کار دست دادن. دقیقاً کدام ویژگی‌هاش بود که یک کشورهای به این سطح پیشرفته رو جذب کرد مولانا و آمد اقیانوس‌ها رو عبور کرد، رفت، یعنی اقیانوس‌ها رو شکست، مرزها رو گذشت و رفت اندیشه به این کشور. دقیقاً به فکر شما کدام ویژگی‌ها بود؟ خب ببینید، پیش از حضرت مولانا هم ما بزرگایی داشتیم که در همین روش آثار ایجاد کرده بودن، صناعی بود پیش از این. خب من این یا این ابو سعید ابوالخیر مثلا، یعنی همون روحیه را یا عطار، اینها چی بگیم اوج پختگی همین روش در حضرت مولانا دیده میشن. و یکی از ویژگی هاش همین است که شما وقتی واردی دنیای مولانا می شوید یا واردی مثنوی می شوید، در واقع شما تمامی جامعه بشری را با همه بافتارهاش در اونجا منعکس شده می بینید. یعنی مولانا داستانهای بسیار عجیبه دارد که و انتخاب شخصیت هاش هم بسیار عجیب است، یا حتی اگر از دنیای حیوانات هم که انتخاب میکنه بسیار انتخاب های عجیب و جالبی میکند و این باعث می شود که یعنی یک آینه قدنمای مثل یک آینه قدنمایی که جامعه انسانی را پر انعکاس میکند. بعد با اون هنری بلندی قصه گویی می آید، مثلا یک داستان شروع میکند. و یکی از هنرهای دیگری مولانا این است که در درون یک داستان دیگری را با آغاز میکند، بعد گاه حتی یک داستان دیگر میداره، باز از اونها برمیگردد به داستان اولی. ولی او فقط کارش این نیست که مثل یک قصه گو به شما یک داستان را نقل کند و شما هم از تحولات و از گردش های اون داستان لذت ببرید و با همین مسئله جنبست شود. نه، او جاهای می آید و بعد
درس و عبرت‌های را از اون قصه بیرون می‌آورد. حتی گاه داستان‌هایی هستند که شما شاید در دیدی اولی فکر کنید که اصلا ممکن است از همین شما یک درس اخلاقی را بیرون آوردن، ولی با اون توانمندیش حضرت مولانا از همون جاهایی که توقع نداری بیرون می‌آورد و یک درس‌های بسیار عجیبی را که این کار مولانا را برای هر کسی جالب می‌کند. در یک مصاحبه همین خانم آنا ماریشمیل نقل میکند که سال 1945 وقتی که آلمان شکست میخورد میگه ما یک روحیه خیلی به یک افسردگی ناامیدی دچار شدیم و تنها چیزی بود که ما دانشمندان و عالمان این کشور رو نجات داد همین مولانا بخصوص مثنوی بود که ما از این چیز خودش صراحتاً که وای بعداً خود جمیله نام کرد و دختری مولانا میگفت در این تحقیقات گفت این به من و دیگر همکارانم باشد که قوی باشیم و با ما روحیه بدهد. شما هم وقتی که خسته میشوید ضیق میشوید یا نمیدونم به یک بحران گرفتار میشوید مراجعت میکنید و چی چیزی و کدام مصرع کدام شعر را دوست میدارید از مولانا همون حالت همون لحظه اگر مشت برای بیننده قرائت میکردید یا میخوندید؟ حالا ناامید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند، در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، زی پسی صبر تو را او به سری صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه راه و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. نه که قصاب به خنجر چو سری میش ببرد، نهیلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دمی میش نماند زی دمی خود کندش پر، تو ببینی دمی از دان به کجاهات رساند. و مثل گفتم و این را وگرنه کرمی او، نکشد هیچ کسی را و زی کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یک مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دل را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، با کی ماند با کی ماند با کی ماند با کی ماند. حالا خاموش که بگفت از این می همگان را بچشاند 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 بچشاند. و این یک برنامه مقدماتی بود درباره مولانا که با سعدی وارث شروع کردیم و من بعد موضوعهای دیگر رو اوید آثار اندیشه افکار مخصوصا مثنوی معنوی مولانا در نظر داریم. با تعبیر خودی مولانا ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. ما آمدیم تا این برنامه رو راه اندازی کنیم که شما رو با کتاب با اندیشه با زیبایی و با خوندن مطالعه وصل کنیم و جهان شما رو اندیشه شما رو باشد که این کتاب و کتاب های دیگر تغییر بدهد. این برنامه کتابخوان بود. خداحافظ.